اینجا با یاورونی خود مشورت میکند و صدایش خود را بلند مینماید. بازی از مرکزی میدان آغاز میگردد بین دستاوت و از مسافه دور ضربه جانبی دروازه یوگنی گریتسنکا. بازی اولی خود را مساوی انجام داد و در بازی دوم متاسفانه در خانه خود این دسته شکست خورد. حالا ضربه نخستین پیشتر از این بر مقابل پنچر بازی کرده بود و بر مقابل پنچر همین دسته با حساب کلونی 0-4 در بازی حمله دیگر در اجرای بازیگرانی وخش از کنار دوم می‌یابد. خود بازی ویران نگشته است. پرتاب به مرکز جریمه گاه ضربه با سر جانبی دروازه یوگنی گریتسنکا. هجوم نوبتی در اجرای بازیگران دسته روشن ضربه جانبی دروازه و دیفاگر این حالت رو برطرف میکند و توپ رو برمیگرداند. خب تفتیش کنند و از نظر گذرانند و بسنجند و از سنجش اگر گذرد پس بازی خانه. ضربه نوبتی در اجرای محمد جان رحیموف از مسافه. خب مارکوویچ کسی استفاده بردن نتوانست. باز یک ضربه نوبتی دسته روشن رو میبینیم. محمد جان رحیموف با قرار میآید که باید با سرعت بلند خودش به پیش برود. پس به داخل جریمه گاه امیر جان سفروف نتوانست. باز یک حمله دیگر دسته وخش ارسال توپ به داخل جریمه گاه ضربه جانبی دروازه. باز یک ارسال دیگر به داخل جریمه گاه دسته وخش ظریفوف به سمت مرکز حرکت میکند. پرتابی او به داخل جریمه گاه و در این وضعیت قریب پس به محمد جان رحیموف. محمد جان موقع میگیرد برای زدن ضربه او جانبی دروازه وخش و تو به تیر دروازه میرسد. جانبی بختوری خورشید شدی مرادوف در حالت افساید نبوده است و یک حمله خوفناکی دیگری دسته روشن اما میدان نگه میدارد. پرتابی او به داخل جریمه گاه سرگی باز هم اولین شده به توپ میرسد و اوت به فایده هجوم نوبتی دسته روشن. توپ در جریمه گاه وخش فرصت برای زدن ضربه دوید ماوتور ضربه او دیگر در اجرای بازیگران وخش. پس به داخل جریمه گاه نوردین امراقولوف گزارشی از دروازه‌بان از پای میافتد. حملهگری دسته وخش. دختران دسته وخش دعوت کرده میشوند به میدان. دروازه‌بان در روبروی او بود و دوباره مرکز با میدان برمیگردد. قاعده بازی ویران نشده است. بله حسین نورماتوف توپ را از جریمه گاه بیرون میکند. شادی مرادوف دو کس را از سر راه بیرون کرد. ضربه نوبتی در اجرای او نگران است و به حملهگران اشاره میکند که بروند جانب جریمه گاه رقیب. ضربه جانبی دروازه و توپ در داخل دروازه است اما آفساید. یوگنی گریتسنکا دروازه‌بان توانست توپ را بگیرد. پاس بسیار عمالی به جریمه گاه دسته وخش. هجوم نوبتی این دسته رو میبینیم. ضربه جانبی دروازه وخش و روشن به هجوم ادامه میدهد. پرتاب شادی مرادوف به داخل جریمه گاه و توپ در دست. بازی جوابی دور نیم نیمه است این بازی. حالا حمله نوبتی روشن رو میبینیم. محمد جان رحیموف در داخل جریمه گاه ضربه نوبتی در اجرای او پس نداد و اجازه میدهد که باز هم بازی ادامه بیابد. و اکنون صدایش که داور مرکز بلند می شود. بازی بین دسته های روشن و وخش با حسابی مساوی 0-0 به انجام می رسد.